حکیم ابوالقاسم منصور حسن فردوسی توسی سال 935 میلادی تولد گشته. سال 1020 یا به قول 1026 در توس ایران از جهان چشم پوشیده است. سخنسرای نامی ایران زمین و سراینده شاهنامه حماسه ملی مردم ایرانی تبار و یکی از بزرگترین شاعران پارسی گوی است. به گفته بیشتری پژوهشگران امروزی، ابوالقاسم فردوسی در سال 940 میلادی در روستای باش در شهرستان توس در خراسان دیده به جهان گشوده است. زادگاه ابوالقاسم فردوسی در سال 940 میلادی از آنجا دریافت شده است که در یکی از سروده های ابوالقاسم فردوسی می توان زمان چیرگی سلطان محمود غزنوی بر ایران را در سال 387 هجری قمری برابر به 375 خورشیدی و 996 میلادی می توان شمرد. جوانتر شدم چون جوانی گذشت، بدانگه که بود سال 58. زمین و زمان پیش او بنده شد، فریدون بیدار دل زنده شد. همچنین با درنگریستن به اینکه ابوالقاسم فردوسی در سال 387 هجری قمری 58 ساله بوده است، می توان درستی این گمان را پذیرفت. نظامی عروضی سمرقندی نخستین پژوهنده که درباره زندگی فردوسی جستار نوشته است، دادگاه ابوالقاسم فردوسی را دهه باش دانسته که امروز در 15 کیلومتری شهر مشهد جای دارد و مرکز دهستان تبادکان است. نام وی همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده و نام خودش را در بنمایه‌های کهن‌تر مانند عجایب المخلوقات، حمدالله مستوفی و سوم مقدمه کهن شاهنامه حسن نوشتند. منابع کم اعتبارتر همچون ترجمه عربی بینداری، مقدمه دستنویس فلورنس و مقدمه شاهنامه بایسونقوری و نوشته‌های برگرفته از آن نام وی را منصور هم گفتند. زمانی در گذشت ابوالقاسم فردوسی تا 4 صده پس از درگذشتش در بنمایه‌های کهن آمده است. نخستین نوشته‌ای که از زمان مرگ ابوالقاسم فردوسی یاد کرده مقدمه شاهنامه بایسونقوری است که سال 416 هجری قمری را آورده است. این دیباچه که امروز به پایه بودن نوشتارش به اثبات رسیده است، از بنمایه‌های دیگری یاد نکرده است. تذکره نویسان بعدی همین تاریخ را بازگو کردند. جدا از آن تذکره الشعرا اثر دولت شاهی سمرقندی که آن هم بسیار بی‌پایه است، زمانی در گذشت فردوسی را سال 411 هجری قمری آورده است. بنابر گفته نظامی عروضی در 4 مقاله، پس از درگذشتش یکی از ملاها که دشمنش بود از روی کینه‌توزی نگذاشت پیکرش را در گورستان زادگاهش به خاک سپارد. از این رو در باغ خودش یا دخترش در توس به خاک سپرده شد. شیخ عطار نیشاپوری این داستان را در اسرارنامه این گونه آورده است. شیخ اکابر ابوالقاسم بر جنازه فردوسی نماز نخوانده است و حمدالله مستوفی در پیشگفتار ظفرنامه او را شیخ ابوالقاسم کورکانی دانست که پیروان بسیاری داشته است. برخی نویسندگان دیگر نام او را ابوالقاسم گرگانی یا جرجانی نیز آوردند که گمان می رود عربی شده نام گرگانی باشد. ابوالقاسم فردوسی یکی از نامدارترین شاعران پارسی به شمار می رود. از معروفترین آثار وی شاهنامه است که در مدت 35 سال نوشته شده است، چنان که خود شاعر می فرماید: توانا بود هر کی دانا بود، بدانش دلی پیر برنا بود. اگر خواهی از هر دو سر آبروی، همه راستی کن همه راست گوی. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام،
تخم سخن را پراکنده. غایه های پند و اخلاقی در شاهنامه. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. بگیتی نماند به جز نام نیک، هر آن کس که خواهد سرانجام نیک.